من پی اچ دیمو توی چیز گرفتم، روانشناسی گرفتم، روانشناسی اجتماعی. وقتی که پستاکمو شروع کردم یه مقدار خیلی زیادی ژنتیک رفتاری توی پستاکم بود. یه در واقع شاخه از ژنتیک رفتاریه، بهش میگن ژنتیک روانپزشکی، که در واقع نگاه میکنیم ببینیم که ژنتیک واریانت هایی که همبستگی دارن و بیشتر دیده میشن توی مشکلات روانپزشکی، مثل اضطراب، افسردگی، بیخوابی، اسکیزوفرنی، اینا. وقتی که این پستاکو شروع کردم انقدر اضطرابم بالا بود و انقدر میترسیدم و انقدر هیچی از ژنتیک رفتاری بلد نبودم که خیلی دوست داشتم ریزاین کنم. هرچی که بیشتر و بیشتر موندم توی این محل کارم، که یه محل کاریه که در واقع ما به صورت بین رشته‌ای از فلسفه بگیر تا جامعه شناس، روانشناس، ژنتیک، تا پزشک، تا کسایی که آمار و استاتیستیک مثلا خفن بلدن، همه دور هم جمع شدیم. هدفمون اینه که در واقع یه مپی بسازیم از شادی، هپینس و رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناسی، بهزیستی روانشناختی. بیشتر که موندم فهمیدم که چقدر وقتی که این رویکردهای مختلف دست به دست هم میدن و چقدر وقتی که متوجه میشی که یه جزئی هستی از یه کل، قشنگتر میتونی هر پدیده رو توضیح بدی. در مورد اینکه چجوری برگردین توی مثلث بالا، من و شما همش فکر میکنیم که روی اون جنبه فیزیکی داستان خیلی باید تمرکز بکنیم. سعی میکنیم کمتر ورزش کنیم، کمتر راه بریم، کمتر رانندگی کنیم. هر کار فیزیکی رو که فکر میکنیم که ممکنه کمک کنه که بهتر بشیم کمترش میکنیم. چیزی که متوجهش نیستید اینه که من چندین بار گفتم که ظرف سیستم عصبی ما یکیه، یعنی این که شما موقعی بهبودی پیدا میکنید که افزایش ظرفیت جسمیتون با افزایش تنظیم هیجانیتون با همین دوتا پروژه برن جلو. و اگر من بهتون در میان میگم که شمایی که مثلا توی مرحله نارنجی هستی هیچ کار فیزیکی تا اون مثلا بیشتر از اون چیزی که من میگم نباید انجام بدی، به خاطر اینکه من میخوام یه ظرفیت هیجانی هم برات بمونه که وقتی که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده روی تو رفتی یا رانندگی تو کردی یا رفتی خریدای خونه رو کردی، بعدش اومدی خونه داشتی قش میکردی، جابجایی اتفاق نیفته، چون دیگه انرژی نداری، شروع میکنی دعوا میکنی با پارتنرت، شروع میکنی دعوا میکنی با بچه‌ت، چون دیگه انرژی نداری. تنظیم هیجانیت به هم میریزه، سیستم عصبی توانایی این که بره سراغ این که هیجانات تو تنظیم بکنه حوصله‌اش هم نداره. چه اتفاقی میفته؟ شما رابطت با خانوادت هم بدتر میشه، با پارتنرت هم بدتر میشه، با بچه‌هات هم بدتر میشه. بعد میفتی توی لوپ سرزنش خودت که چرا پریدم به این، چرا پریدم به بچه‌ها، چرا من خوب نمیشم، من که امروز کمتر رانندگی کردم، من که امروز کمتر راه رفتم، پس چرا جواب نمیده. بعد میفتی تو لوپ خود سرزنشگری، بعد میفتی تو لوپ احساس گناه، بعدم میفتی تو لوپ این که من که هیچ وقت خوب نمیشم، من به هیچ دردی نمیخورم. پس یادتون باشه که تنظیم هیجانی، تنظیم شناختی، بالا بردن میزان در واقع فعالیت‌های شناختی و تنظیم میزان فعالیت‌های جسمی، این 3 تا عملکرد باید با هم دیگه جلو برن. افزایش ظرفیت این 3 تا عملکرد باید با هم جلو بره. یه مفهوم خیلی مهمی که باید باهاش آشنا بشید و قبل از اینکه شروع کنید در واقع بتونید توی مثلث بالا برید و خدای نکرده پایین تر بیاد، اینه که یاد بگیرید فلر آپ چیه. چرا اینجوریم که یه روز حالمون خوبه، بعد یه روز که حالمون خوبه همه کارمون رو انجام میدیم، ورزشمون رو میکنیم، بیرونمون رو میریم، با آدم ها حرف میزنیم، آشپزی میکنیم و بعد روز بعدش از خواب که بیدار میشیم از قبلا بدتریم و مجبوریم که چند روز چند هفته بیفتیم توی تخت.
از کجا بفهمیم که ما کجای این مثلث هستیم که بعد از اون یه اسکیجول، یه برنامه برای خودمون درست کنیم و بر اساس اون فانکشن اون رو عمل کرده اون رو افزایش بدیم، ظرفیت اون رو افزایش بدیم و توی مثلث بیاییم بالا. تصور کنید که یه روزی حالتون خیلی خوبه، همه کاراتون رو انجام دادید، همه کار عقب مونده‌تون رو انجام دادید، ولی خب بعدش از پا میافتید، علائمتون شدید میشن، اونقدر شدید که فکر میکنید که دوباره باید برید بیمارستان، باید دوباره برید شروع کنید پزشک قلب ببینید، پزشک ریه ببینید، نکنه باید برم از سرم عکس بگیرم، چرا گوشم دیگه حالا جدیدن صدا میده، چرا نمیدونم انگشت پامم درد گرفته علاوه بر زانو و کمرم. در واقع این مجموعه ای از علائم که شدید میشن، چرا انقدر انزایتی دارم، چرا انقدر اضطراب دارم، چرا انقدر استرس دارم، چرا انقدر حس افسردگی دارم، این چه وضعیه، این چه زندگیه. این علائم که زیاد میشن و انقدر شدید میشن و شما رو از پا میندازن و دیگه اون یه روز خوبه هم نداریم، ما بهش میگیم فلر. یعنی اینکه دوباره ظرف شما پر شده، سیستمتون نمیتونه خودش رو رگلاژ کنه و شما تمام فکر و ذکرتون اینه که چجوری از شر این علائم راحت بشین که دوباره برگردین به فانکشن و عملکرد قبلیتون. ولی تمام تصورتونه که یه مشکلی دارم، من یه آسیبی دیدم، بدنم دیگه خوب کار نمیکنه. ولی در واقع این پیامیه که بدن سیستم عصبیتون داره بهتون میده، از اونجایی که فارسی یا انگلیسی بلد نیست، اینه که پیامش اینه که کاری که کردی واسه من بیش از اندازه بود، من نمیکشم، من ظرفم پر شده، پس بذار این علائم رو ببرم بالا که تو بشینی سر جات. پس فلر معمولا زمانی اتفاق میفته که شما از ظرفیت جسمی، ذهنی و هیجانی و شناختیتون خیلی بالاتر رفتید. ظرف سیستم ایمنیتون سرریز کرده، سیستم ایمنیتون هم شروع میکنه براتون پیام میفرسته، شما رو با اون علائم شدید اینجوری تکون میده که بشین سر جات. من تازه فهمیدم که با این مقدار زیادی اینجا چیز زده بودم، جوش دارم میزنم که ضد جوش زده بودم روش، تا الان داشتم با اون فیلم میگرفتم که ببخشید. خب پس فلر زمانی اتفاق میفته که شما از ظرفیتتون خارج شدین بیش از اندازه و این فشار فقط مثلا ورزش و فعالیت فیزیکی نیست، این فشار فعالیت ذهنی هست، واسه همینه نمیتونید کار کنید، واسه همینه که توی میتینگ نشستید ازتون یه سوال میپرسن بدون اینکه بتونید جواب بدید پنیک میشید، بعد فهم کنید دارید دیوونه میشید، بعد فهم کنید من چه مشکل، من چرا اینجوریم، چرا من چجوری به اینا بگم که من حتی نمیتونم دیگه حرف بزنم، اصلا نمیخوام برم سر کار، دچار کمخوابی هستید، از اون ور ظرفیت فیزیکیتون هم پایینه، از اون ور مهمون مثلا اومده خونتون یا شما رو یه جایی دعوت کردن، اصلا دوست ندارید برید، اصلا نمیتونید جواب حرف زدن بقیه رو بدید، اصلا نمیتونید با بقیه حرف بزنید. یه وضعیتیه سفر که اصلا، یعنی من تو زمانی که به شخصا خودم الان قسمت بالای زردم و سفر هنوز نرفتم، ولی فکر می‌کنم که برم، یعنی الان به علت اینکه سفر نمیرم اینه که انقدر پول خرج کردم برای این مشکلم که پول ندارم برم سفر، ولی فکر می‌کنم که وقتی مشکل مالی برطرف بشه دیگه برم یه جایی، فوقش میخوام فلر کنم دیگه توی سفرم، که یک برد بزرگه، چون معنیش اینه که اگر بدون ترس به علائم من پاسخ بدم و بلد باشم که چجوری یا خنثی یا درست به علائم من پاسخ بدم، معنیش این میشه که سیستم عصبی احساس امنیت خواهد کرد توی اون فلر و میگه نترسید از این علائمی که واسش فرستادم، پس بیا خودم رو ریکالیبریت کنم با این محیط جدید. محیط جدید چیه؟ و سطح فعالیت جدید. سطح فعالیت جدید چیه؟ ورزش کردن و در واقع مسافرت کردن و فعالیت‌های بیشتر و بیشتر و بیشتر. خب پس ببینید یه فلر میتونه، من یادمه که مثلا ایران که جنگ شد فلر کردم، آخرین فلری که کردم بعد از یه بحثی بود که با یه همسایه‌ای داشتم که خب خیلی ریسیستی با من برخورد کرد، خیلی نجات پرستانه با من برخورد کرد، من دیگه عادت دارم به این جنبه از نروژی ها، ولی خب خیلی خیلی اذیت میشم دیگه، ولی حالا قبلا چون خیلی دیسکانکت بودم از بدنم و ذهنم، همه چی رو ساپرس میکردم تمام دیگه هست دیگه، ولی واقعا الان ببینم چقدر بار عاطفیش و هیجانیش سنگینه. واقعیتش رو بهتون بگم، راستش رو بهتون بگم، من الان توی مرحله هستم که فعالیت فیزیکی
اونقدر فلر شدید بهم نمیده، ولی فعالیت هیجانی یعنی هیجانای شدید چه مثبت چه منفی بهم فلر میدن. یعنی فکر میکنم اگر که مثلا یه باشگاه برم و یه ورکاوتی بکنم که شاید تو اوج ورکاوت کردنم 5 سال پیش میتونستم بکنم، اگه اونو انجام بدم شاید 2-3 روز از پا بیفتم. بعدش چون میدونم به خاطر اون فعالیت فیزیکی بوده و انگار بدنم هم دیگه خودش فهمیده این داستانو که فعالیت فیزیکی ترسناک نیست، دیگه اونقدر فلر نمیکنم. ولی هیجانات چون اون بخشی از زندگی من هستن که همیشه سرکوب شدن، همیشه، یعنی من همیشه بهم گفتن هیجاناتتو نشون نده، همیشه بهم گفتن تو توماچی، تو چقدر حساسی، تو چقدر مثلا احساساتی هستی. همیشه وقتی این بعد از زندگیم انقدر سرکوب شده، این سخت ترین کاره برای سیستم عصبیم که این یکی بعدو بیاره وارد داستان بکنه، چون سیستم عصبیم اصلا یاد نگرفته که هیجانات چه مثبت چه منفی امنن. یعنی من حتی خوشحالی شدیدم اجازه نداشتم تجربه کنم، چون من خب خیلی اهل پر بالا پایین بودم و مثلا اهل بگو بخند بودم و اینا، مثلا چون که توی فضای سنتی بزرگترم میشکونم میگرفتن که بشین سر جات، چرا با فلانی گرم گرفتی، چرا مثلا با پسر خالت حرف زدی، چرا لباست اینجوریه. یعنی حتی بهم گفتن هیجانات مثبت هم نباید داشته باشیم. این تو مدرسه هم شما قطعا هممون ما در 70 به قبل تجربه کردیم، تو مدرسه، تو دانشگاه، بیرون، همش ما سرکوب شدیم. یعنی هر هیجان مثبتی اومده بیاد بالا سرکوب شده، هیجان منفی هم بالا به خاطر باز شرایط زندگی به من اجازه ندادن که داشته باشم. پس ببینید حالا تریگر هر چی که هست، خب شما رو انداخته تو فلر، شما افتادید تو فلر، علائمتون شدید شدن، خیلی ترسیدید که ترس شما رو نگه میداره توی فلر، چون ترس غذای فلره، ترس غذای اون منفیه برای سیستم عصبیتون. سیستم عصبی میگه ببین من این پیامایی که دارم میفرستم واقعی بود، این واقعا الان باید بره اورژانس به این مسئله رسیدگی بکنه. پس سیستم عصبی سالم، مثلا کسی که داره دور از جون دچار حمله قلبی میشه، سیستم عصبی سالم سیستم عصبیه که پیاما رو از مغز میگیره، میگه اوه ببین بذار یه دردی بذارم رو قفسه سینه‌اش، بذار یه ذره بیحالش کنم، بذار یه ذره ضعف کنه، یه ذره درد بپیچه این ور اونورش که یه فکری بکنه. و اون آدم به خودش میاد میگه فکر کنم باید برم دکتر، فکر کنم باید برم مثلا اورژانس، فکر کنم یه اتفاقی داره میفته. اما سیستم عصبی من و شمایی که 200 بار رفتیم دکتر قلب و گفته سالمی، 200 بار رفتیم دکتر مغز و اعصاب و جراح مغز و اعصاب بهمون گفته که شما مغزتون سالمه، ولی همش سرگیجه داریم، همش سردرد داریم، سیستم عصبی من و شما هی داره پیام اشتباه میفرسته. حالا این یه چیزی شده شما فلر کردید. علائمی که توی فلر چجوری؟ خستگی شدید که دیگه نگم براتون، احساس بیقراری، یه لحظه من گریه میکنم، یه لحظه اضطراب شدید دارم، دچار مه مغزی شدید میشم و میشدم، و تپش قلب دیگه، علائم پات سرگیجه، علائم فیزیکی بیشتر اینا بودن. درد، مثلا لگنم درد میکرد، جلوی چشم یه چیزایی میدیدم بین بال مگس. تهوع جدیدن، مثلا یه واقعا فلرهای جدیدن یه جوری که خیلی برام عجیبه، چون من هیچ وقت تو زندگیم تهوع اونقدی نداشتم. و علائم عجیب غریب دیگه که شما رو از پا میندازه و میگه که دیگه دراز بکش، نمیدونم فکم اینجاها میگیره، شکمم سفت میشه، نفسم میگیره، این نفسه انگار تا آخر نمیره و بیاد. پانیک نیست، پانیک نیست. هر کی بهتون گفت پانیکه بزنید تو گوشش. در دیگه اتفاقات دیگه که توی فلر میفته، ببینید توی فلر خیلی میترسیم، چون میگیم که خب هی دارم بدتر میشم، تمام زحمتام به هدر رفت، نمیدونم این روش برین ریترینینگ و مایند بادی و این روشی که این دختر میگه کار نمیکنه، هر فعالیتی برای من خطرناکه، من کیسم فرق میکنه، من دردام فرق میکنن، مثلا من ریزش موام به اضافه اونا دارم، من بدنم هم زخم میشه، من کهیرم میذارم. خیلی جالبه بهتون بگم که این زخم شدن بدن و اینا رو من الان تازه فهمیدم.
که خب مثلا من که مشکل قند و اینا ندارم یا مشکل پوستی، میدیدم که آره میدیدم خود به خود رو ساق پاهام زخم میشه. خیلی جالبه. بعد انواع قارچ، دیگه از قارچ واژینال بگیرید تا قارچ روی پوستی. چقدر من قارچ میزنم خدایا. یعنی بعد مثلا یه جوری دیگه از یه جایی بعد مثلا دیگه میخوای به دکتر بگی به خدا من بهداشت رو رعایت میکنم، ولی خب این انواع مثلا اون کاندیدایی که هست توی بدنمون و اینا، اون هی چیز میشه، فعالتر و فعالتر میشه. خلاصه علائم عجیب غریب. بعد با خودتون میگید که پس من دیگه خوب نمیشم، دوباره افتادم پله اول، این چه وضعیه، چند روز قراره اینجوری باشم، ای بابا هفته دیگه مثلا اون قرار رو گذاشته بودم، شوهرم نکنه ولم کنه، نه بچه‌ام دیگه از دستم خسته شدن، خودم دیگه از دست خودم خسته شدم. یه داستانی دارید با خودتون. بچه‌ها، دوره فلر زمانیه که بدنتون میخواد ریکالیبره کنه. دوره فلر دوره طلاییه که بدنتون میخواد با اون سطح فعالیت جدید سازگار بشه. دوره فلر دوره طلایی پلاستیسیتیه. دوره‌ایه که اگر شما از علائمتون نترسید، میتونید این پیامو به مغزتون بدید که علائم خطرناک نیستن و مغزتون میگه باشه پس خب ببخشید این علائم واسط فرستادم. ولی اینکه کی این مغزتون این تصمیم میگیره به خود مغزتون ربط داره، به من شما ربط نداره. پس وقتی که من دارم به شما میگم که ریکاوری از علائم مزمن و درد مزمن، نمیگم که فوکستون بذارید روی اینکه علائم از بین برن. اولین هدف ما اینه که رابطه شما با علائم تغییر بکنه. علائم وقتی که صلاح بدونن خودشون یواش 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 خیلی آروم آروم میرن. پس وقتی که شما بدون ترس به علائم پاسخ بدین، مغز شما هی شروع میکنه سازش میکنه با اون سطح جدیدی از در واقع ظرفیت روانی و عصبی که شما داری برای خودت باز تعریف میکنی. و حالا اینکه کی تصمیم بگیره که اون علائم رو ورداره به من و شما دیگه ربطی نداره. شما فقط باید اعتماد کنیم به اون پروسه، فقط باید ایمان داشته باشیم و باور داشته باشیم که این اتفاق داره میفته. به قدرت انعطاف پذیری عصبی و نوروپلاستیسیتی و به قدرت مغز باید باور داشته باشیم. بعد تو این مرحله دیگه انقدر، حالا خود فلر هم 4 تا فاز داره که بعداً بهتون میگم. واقعا مثل کشت کردن میمونه. یعنی شما یه زجر میکشید تا اینکه اون گندم بالا بیاد و سبز بشه، بعد آخر تابستون اون رنگ گندمی زیبا رو پیدا کنه و زرد بشه. بعد از اون شروع میکنید کشت میکنید دیگه. اون نتیجه اون همه عذابی که کشیدید توی اون فصل کاشت و فصل در واقع کشت کردن، نتیجهش رو میگیرید. و بعدش هم مثلا اون فازهای آخر فلر هم اون دپرشنی که میفهمی که دیگه زمین گندمت خالی شد، پاییز داره میاد، یه حالت ملانخولی عجیب غریبی داره که اون هم فاز سختیه، ولی دقیقا همون فازه که دیگه ذهنت انقدر کار کرده، انقدر سازگار شده با اون لول فعالیت جدید، داره ریکالیبرت میکنه که شده دوپامین خالی کرده. مثل این میمونه که اگه مسافرت برمیگردید بعدش چجوری تا یه هفته افسردگی، یا من مامانم وقتی که رفت واقعا تا یه هفته افسردگی شدید داشتم، چون که اون در واقع لذت خیلی بالایی بوده. بعد شما الان دیگه خیلی دوپامینتون سقوط کرده. دقیقا توی سیستم عصبی هم همینطوره. اون زمانی که شما توی فلر هستید، این داره برنامه نویسی جدید انجام میده، انقدر که سطح فعالیت بالاست و انقدر که سر شلوغ و اینا، یهو که این فلر داره بلند میشه، یواش یواش علائم جسمی بلند میشن که برن، اصلا این یهو میگه خب بذارید که من یه ذره خالی کنم. و خالی کردنش هم مثلا با اضطراب و افسردگی نشون میده. حالا فکر کنید که شما اصلا نمیدونید که ریکاوری چیه و فلر کردید. فلر که میکنید، خب میگید که دکتر که گفته من هیچی نیست، من باید پوش کنم، من اصلا مهم نیست،
تپش قلب، نمیدونم این همه علائم عجیب غریب دارم قش میکنم، فشارم اومده و 8. میدونید که افت فشارم سیستم عصبی خودمختار تنظیم میکنم. فشارم اومده پایین، بازم مهم نیست، هیچ کدوم از اینا مهم نیستن. من پوش میکنم و هی بدتر میشید. حتی وقتی علائمتون واقعا هیچ منیج نمیشه کردشون، بدنتون رو هی میذارید تو بیشتر تو حالت هوشیار. در واقع دارید میگه که آره تو خطریم. چرا؟ چون وقتی که دارید پوش میکنید، بدن شما که نمیفهمه که تو میخوای مثلا یه حالا نیم ساعت بیشتر ورزش بکنی یا بقیه ظرفا هم بشوری، یا بذار نیم ساعت بیشتر کار کنم، یا بذار این پیپر رو همین امروز تمام کنم. بدن شما اینا رو نمیفهمه. بدن شما اون تسک و هر چی که هست اینجوری دریافت میکنه. این پلنگه واقعا دنبالمونه. ورزش رو به صورت تهدید میبینه، کار رو به صورت تهدید میبینه، یه مکالمه رو به صورت تهدید میبینه، زنگ تلفن رو به صورت تهدید میبینه، اسم فلانی افتاده رو گوشیتون زنگ میزنه اونو تهدید میبینه، با اینکه شاید فلانی دوست خیلی خوبتون باشه. پس بدتر میشید، هی بدتر میشید، هی دنیاتون کوچیک‌تر میشه. قرصی که میخورید رو تهدید میبینه، غذایی که میخورید رو تهدید میبینه. بدن ما طراحی شده وقتی غذای سمی میخوریم چیزی میشه، عق میزنیم. مثلا این تکامل پیدا کردیم واسه اینکه سم نخوریم تو طبیعت. ولی شما وقتی که سیستم عصبی به هم ریخته، همین مثل من برنجم میخورم، حساسیت میدادم. الگوی دوم چیه؟ میترسی، عقب نشینی میکنی. یعنی وقتی علائمت شدید شدن، همون لحظه یه نفر کامنت گذاشته بود که من توی آشپزخونه چیز گذاشتم، پتو و بالش گذاشتم که وقتی خیلی شدید میشم همون موقع دراز بکشم. چون میترسی دیگه. همین الان قش میکنم. قشنگ بذارین پروسه رو بهتون بگم. مثلا من برنجو میخوردم، یه ذره حالت ضعف و سرگیجه میگرفتم، همونو انگار که چون ازش میترسیدم تبدیل میشد به لرز، تبدیل میشد به دلپیچه، تبدیل میشد به این که من مجبور شدم دراز بکشم، پامو بزنم بالا که قش نکنم. و اگر مینشستم مثلا ضربانم یهو میرفت رو 150 160، فشار خونم هم میرفت بالا. یعنی من پاتسم با چیز بود، فشار خون اتفاقا بالا بود، فشار خون پایین نبود. خیلی از دکترای حتی قلبم اینو هنوز نمیدونن، فکر می‌کنم پاتس یعنی فشارت هم میافته. اون مدل پاتس هم داریم، مال من اونجوری نبود. ترس شدید که دیگه من دارم میمیرم، و اون حالت اون کرش شدیدی که واقعا فکر می‌کنی همون لحظه داری یا میمیری یا داری قش می‌کنی، حدود مثلا ممکنه از 10 دقیقه تا 2 ساعت طول بکشه. بعدش هم مثلا تا 2 روز همون حالت بیحالی شدید رو داشتم. بعدش هم باز خوب نمی‌شدم، بازم مثلا به یه حدی میرسیدم که هنوزم تو فلر بودم، فقط کار خونه رو میتونستم انجام بدم. بعد دیگه میترسیدم دیگه. مثلا یکی بهم میگفت بیا ببین بیرون غذا بخوریم، با چه رویی ام مثلا آدم نمیتونه بگه من که این نمیتونم بخورم، اونا نمیتونم بخورم، اینا نمیتونم بخورم. خیلی سخت بود، خیلی. پس سیستم عصبی یاد میگیره غذا هم خطرناکه، همه چی خطرناک. اگه یه جایی میرسید که دیگه حتی از جا بلند شدن، توالت رفتن هم واسش خطرناکه، واسه همین بد باوند میشید، واسه همین زمین گیر میشید. سیستم عصبیتون فکر میکنه از جا که بلند شه، مثلا دقیقاً مثل اون چند روز پیش خدا یه عنکبوت روی کلاه من بود، بعد اینجوری زدم کلاهمو اینجوری کردم افتاد رو زمین. آقا خودشو زد به مردن. اون سیستم عصبیش احساس خطر میکنه، خودشو میزنه به مردن، اینجوری فریز میشه، خوش میشه تا زمانی که متوجه شه من که مثلا میخوام شکارش کنم، من رفتم دیگه، من دیگه اونجا نیستم. بعد فرار میکنه. چون وقتی که نتونه شرایط فرار کردن نداشته باشه چیکار میکنه؟ میره تو فریز. بهترین راهی که میتونه خودش نجات بده اینه که خودشو فریز کنه که از رادار حرکتی چشم من و تو بره بیرون. پس این دو تا الگوی خوبی نیستن. فشار دادن بیش از اندازه یا ترسیدن و عقب کشیدن کامل، هیچ کدوم از این دوتا خوب نیستن. کاری که باید بکنید در واقع نه اینه که فشار بدید، نه اینه که کامل فعالیت رو حذف بکنید.
اینه که اتفاقا به فعالیت ادامه بدید با آرامش خودتون. نه که آرامش خودتون رو حفظ کنید بچه‌ها، میدونم ممکن نیست. پاسخ درست یا خنثی بدید، پاسخ خوب یا خنثی بدید به علائمتون. ولی اگر توی مثلث خیلی پایین هستید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثلا اگه توی تخت افتادید نمیتونید حتی تا دستشویی هم برید، موقعی که میان که مثلا کمکتون کنن برید دستشویی، همون مسیر تخت تا دستشویی پاسخی که میدین باشه این فقط سیستم عصبی منه. میدونم خیلی اذیتم، میدونم خیلی سخته، الان دستشوییمو میرم مثلا با کمک مامانم، حالا مثل من دیگه که دستمو میگرفتن، بعد برمیگردیم میریم توی تخت، بعد اونجا استراحت میکنیم. ولی من میدونم که بدنم سالمه، از کار نمیفته اگه تا دستشویی برم و بیام. همش این دیالوگا تو ذهنم بود. حالا کسی که خونه نشینه، یعنی قرمز نیست نارنجیه، علائم شدید شدن، همون موقع فهم کنه که مثلا دیگه من نمیتونم غذا رو کامل درست کنم. مثلا اون موقعی که من میخواستم واسه خودم غذا درست کنم، دستم گرفتم به لبه بنچ آشپزخونه، لبه کابینه، گفتم خب این فقط سیستم عصبی منه، میدونم که حس میکنم همین الان دارم قش میکنم، بذار ببینم میتونم حالا یه سالادم واسه خودم درست کنم. خب اگه نمیتونم میرم الان میشینم روی مبل 5 دقیقه استراحت میکنم، 10 دقیقه استراحت میکنم، بعدش دوباره برمیگردم میام ببینم میتونم سالادم درست کنم یا نه. پنیک نمیکردم. این توی مبل نشین و خونه نشین. حالا توی زرد وسط پیاده روی علائمم شدید شده. اگه علائمم غیر قابل منیج کردن باشه، واقعا طوری باشه که فکر کنم همون لحظه دارم از پا میافتم، مثل این فلر آخری که داشتم، از روزی 8000 تا دوباره من توی فلر آخرم رسیده بودم به روزی 2-3000 قدم. پس این میدونید که یعنی ریکاوری هم خطی نیست. ممکنه که توی مثلث خیلی بالا باشید مثل من، توی اون قسمت فوقانی فوقانی تو ویدیو قبلی اشتباه گفتم، قسمت فوقانی زرد باشید و ولی بازم فلرتون انقدر شدید باشه که رفتارهایی که دارید میکنید و اونقدر باید پول بک کنید و اونقدر باید فعالیت رو کم کنید که انگار برگشتید به زرد و به نارنجی و قرمز. ولی واقعیت این نیست. فقط سیستم عصبیتونه که داره علائم رو شدیدتر دوباره سمتتون پرتاب میکنه، ببینه پاسخ شما چیه، میتونه شما رو برگردونه یا نه. خیلی شدید شد، حرفام خیلی عجیب غریب و سنگین شد، واسه همین اینجا قطع میکنم. پس بدونید فلر اینه. خب جلسه بعد بهتون میگم که بیسلاین چیه. پس تا الان میدونید فلر چیه، اون مثلث ظرفیت عصبی چیه، این دوتا خیلی مهمن. جلسه بعد بهتون میگم بیسلاین چیه و چجوری توی این مثلث یه ذره خودتون رو یواش یواش بکشید بالا. پیس اوت.